سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز سه‌شنبه دوم ایون همراه شما. خورشید محمدزاده یک افسر بلند رتبه وزارت امور داخلی را فرمانده نوی آمان و یا نیروهای مخصوصی وزارت تعیین کردند. پلکونیک 43 ساله و فرمانده نیروهای داخلی وزارت که سابقه زیادی کار دارد در مقام فرمانده آمان گلمراد حلیموف افسر فراری را عوض کرد که او به صف جنگجویان گروه دولت اسلامی پیوسته است. مقامات تاجیکستان میگویند تحقیق پرونده جنایی گلمراد حلیموف ادامه دارد. عین زمان شورای علمای اسلامی تاجیکستان با صدور یک فتوای نو گروه دولت اسلامی را حرام خواند و گفت جوانانی که با بهانه جهاد به سوریه و عراق می روند گناهی کبیره می کنند. مقامات امنیتی تاجیکستان میگویند صف جوانان تاجیکی که از رفتنشان به سوریه و عراق پشیمان شدند و میخواهند به وطن برگردند زیاد شده است. در این باره شامدین شریفوف سردار ریاست امنیتی منطقه کӯلоб روز دوم ایون در یک نشست خبر داد. او گفت بیرون کشیدن جوانان تاجیک از صف گروه دولت اسلامی و بازگردانیدن آنها کاری آسان نیست. ترکیه را گذاشت ایران در وارد شد تمام حجت‌هاش از شده خوش از زن فرزند چقدر شد مداران می‌پرسند دیگه ولی مادر نمی‌تونن مادر مراجعت کردن شهروند رفته چی خیال بگردید پشیمان شدگی هم هستند. نماینده کمیته امنیت ملی تاجیکستان نگفت که چقدر از شهروندان کشور برای بازپس آوردن آنها از سوریه و عراق مراجعت کردند، ولی با گفته او نهادهای امنیتی تاجیکستان شاید از میان 100 مراجعت کننده یک یا دو نفر آنها را از مناقشه‌های خاورمیانه بیرون کشیده توانند. با گفته مقامات تاجیکستان بیشتر از 350 شهروند کشور و صف گروه‌های تندرو اسلامی در عراق و سوریه پیوستند. روزنامه‌نگاران تاجیکستان میگویند محدود کردن دسترسی به وبسایت‌های خبری بر زیان کشور است و مقامات رسمی باید به این کارشان خاتمه بدهند. اسلوبی که امروز سایتبندی میکنن این راه حل نیست. امروز مثلا 10 ها مثلا انیمیزر هست، 10 ها راههای هست که باز مثلا به ساماнаҳо میتونن که مثلا مردم به ساماнаҳо رو برن، یا اینکه همون خبری که از نگاه تاجیکی، از نگاه ملی، از نگاه دولتی، اون خبری که رسانه‌های تاجیکی به خواننده اینترنت، به تاجنت یا به مثلا در این برابر به رونت و به دیگر جاها پهن میکنن خبر تاجیکی که ما داریم از نگاهی مثلا تاجیکی ساخته شده است. جای آن را مثلا خبرهای غیر از جمله مثلا خبرهای روسی، حتی خبرهای افغانی، ایرانی پر چند روز باز است که ساکنان تاجیکستان از حق خواندن خبر و گزارش‌ها از جمله در وبسایت رادیو آزادی، نشریه آزیا پلوس و هم آزادگان و استفاده از شبکه‌های اجتماعی محرومند. شرکت‌های تامین کننده اینترنت در تاجیکستان بستن وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را شرح ندادند و مقامات هم تاکنون چیزی در این باره نگفتند. سفیر امریکا در دوشنبه گفت مقامات تاجیکستان را تشویق می‌کند تا کشور به عهدنامه بین المللی حفظ حقوق معیوبان همراه شود. سوزان الیوت روز دوم ایون در یک نشست درباره حقوق معیوبان در دوشنبه گفت مسئله مذکور را در فرصت مساعد و در ملاقاتش با رهبران تاجیکستان مطرح خواهد کرد. دیپلمات آمریکایی افزود در تاجیکستان هر سال بنا و مکتب و انشاءات نو می‌سازند، اما در اکثریت آنها شرایط رفت و آمد و کار معیوبان به اینابت گرفته نشده است. حکومت و سفارت امریکا برنامه‌های زیادی را برای دستگیری معیوبان عملی کردند و این کمک‌ها دوام می‌کنند. در تاجیکستان بنا به آمار رسمی بیشتر از 150,000 نفر معیوبان زندگی می‌کنند و اکثریت آنها به کمک‌های اجتماعی و دستگیری احتیاج دارند. تیمور زولفیقارov ادیب شناخته رسزبانی تاجیکستان میگوید زندگی در مسکو پایتخت روسیه برایش دلگیر کننده شده است و او برای همین به دوشنبه آمد تا از صحبت آدمان عادی بهره برد. تیمور زولفیقارov در صحبت اختصاصی به رادیو آزادی گفت میخواهد تمام تابستان در دوشنبه بماند. تیمور زولفیقارov 3 ماه باز در تاجیکستان است و میگوید محیط وطن برایش الهام و آرامش خاطر میدهد و مصاحبه کامل با تیمور زولفیقارov در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه.